این مرد فکر میکنه که سوپرمنه. اون سعی کرد با دست خالی قطار رو جلوشو متوقف کنه. در همین حین وقتی قطار به مرد رسید بلافاصله متوقف شد. پس مرد فکر کرده که این قدرت اونی که قطار رو نگه داشته. روز بعد مرد یه لباس سوپرمن میپوشه و به بالای یه ساختمون میره و میخواد مثل سوپرمن پرواز کنه. مادر من همینطور در حال تشویق کردن اون بود که ناگهان بعد از این اتفاق مرد که به شدت افسرده شده همینطور در حال قدم زدن که چند تا پسر اونو میبینن و شروع میکنن به مسخره کردنش. پسر در همین حین انگشت وسطشو به مرد نشون میده و مرد هم دو تا انگشت کناری دستشو به پسر نشون میده. اما ناگهان بعد از این کار بچه‌ها بلافاصله پا به فرار میذارن و وقتی مرد زیر پاشو نگاه میکنه میبینه که پاش از زمین جدا شده، اما مرد هنوز به پرواز مسلط نشده بود و به داخل دریا میفته. در همین حین وقتی مرد دوباره انگشتشو به سمت بالا گرفت، این دفعه نزدیک یه جنگل صعود کرد. در نهایت مرد به سمت جنگلبان رفت و از اون راه مسیر خونه‌شو